شب بخیر. وای اینقدر خوابم میاد. نبودم. اینقدر خوابم میاد. بچه اینقدر هوا خوب و بهاریه اصلا باورتون نمیشه. بهاری هم نه حالا، ولی یه خونکی ملس داره. چون واقعا خلوته، یعنی هیچکی نیست. نگاه کنید. نکنه زود اومدم یا یه روز دیگه بوده، نه یه دوشنبه بود، نمیدونم. خوابم میاد. انجام دادم، ارائه دادم، گفت خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، آفرین. گفتم که خودم همش انجام دادم و اگرم کمی کسری فلان داره حتی خودم، چون یه سری واقعا داده بودم بیرون و این کار درستی نبود. خلاصم دیگه. ولی من خوبه، خوشحالم. یه امتحانم دارم، اونم باید 112 دوباره بیام دانشگاه. باش. خداحافظ. نه مرسی. خداحافظ. بریم رب بخریم. چه هیجان انگیز. واقعا رب خریدن هیجان انگیز ترین چیز ممکن است. او مای گاد. رب کامبیز. نمیدونم خوبه یا نه. خیلی خسته شدم بچه ها. واسه دیگه باید برم دانشگاه. ترم هفت میکروبیولوژی، ترم 4 معماری، ولی هنوز دارم به دانشگاه میگم مدرسه. البته خب طبیعیه. هفت ترم کجا، 12-13 سال کجا. دیگه آدم عادت میکنه دیگه. بعد درس بخونم، از باشگاه باکتری دارم. بچه ببینید چقدر شلوغه. اینم یه سری تفریح پروژه هم بود که بعد کنسل شد. من خیلی سالش وقت گذاشته بودم. تا خود I want you. چرا کام صاف نمیشه دیگه. بریم. خداحافظ. امروز دوباره این صحنه رو میبینیم. شلوارم هم جیم پوشیدم امروز. خیلی اینجا چه دوست دارم خودم درست کردم. اما اینجوری لیشی دستم میرسه. بریم آخری امتحان بدیم. خیلی خوشحالم، خیلی استرس دارم، همه حسا رو با هم دارم و بریم چی میشه. هورا بچه ها، گزارش ازش جا گذاشتم. حواسم نبود لای پروژه، همون پروژه معماریم با خودم بردم. خواستم نبرم، من گفتم ببرم. با خودم بردم. بعد چیز کردم، پوشه اون چیز میزنی معماری تحویل دادم، ولی پوشهشو جا گذاشتم. پوشه رو با خودم آوردم، گذاشتم رو میز، جا گذاشتم. بعد الان دقیقاً 11:39 است و مسیر خونه ما تا دانشگاه دقیقاً 20 دقیقه است. حالا دقیقاً از پارکینگ دانشگاه دارم برمیگردم، برم خونه، برم چیزام بیارم. اسم یارو چی گذاشت از مشکامو. خیلی مرتب تمیز نوشته بودم. بچه‌ها گفتن خب الان بنویس، هم برگه نداشتم. همین که اگر می‌خواستم بنویسم به اون تمیزی و زیبایی نمی‌شد واقعاً. چرا قرمز شده بود؟ نه نشده. حالا هرچی تریلی جلوی نگاه کنین، حس می‌کنم این چوبم داره میافته، چون که چوبه که می‌بینین انقدر عقب نبود ولی الان خیلی عقبه. بچه‌ها ساعت 11:56 است و من تازه کوچه بغلی خونه‌مونم. 20 دقیقه راهه.
ولی خدای راه 20 دقیقه‌ای رو فکر کنم مثلا 11 دقیقه‌ای رسیدم، یه همچین چیزایی فکر کنم. ولی الان دیدم که مسیر برگشتم یه تریلی اونجا داره بار خالی میکنه و چه ترافیکیه. هورا وای خدای من، 3 دقیقه دیگه امتحانه ولی من 20 دقیقه از لحاظ مسافتی فاصله دارم. مگه حالا به ترکونم یه رو که اونم الان تو این ترافیک اصلا 20 دقیقه فکر کنم بیشتر بشه کمتر نمیشه. فعلا روونه نه یا روون نیست؟ تو رو خدا روون باش. یا خدا تا چش کار میکنه ماشینه اینجا همیشه خلوته. تبریک میگم ساعت 12 شد. هورا بدبخت شدیم. هورا تا حالا تو این هفته واقعا نشدم همچین اتفاق برام بیفته. انقدر ذهنم درگیر بود که اینطوری شد. وای چرا قرمز حالا خیلی خستم، اصلا از ذهنی خستم. میدونی چی میگم؟ الوها بچه ها، من رفتم به من راه بدی برسوی. من رفتم امتحان دادم، بعد انقدر هلکی رفتم و اینطوری بودش که وقتی رسیدم گوشم داشت سوت میکشید، قلبم داشت تون میزد. ولی خب دیگه رسیدم. بعد گوشیم هم همراهم نبود، چون گوشیم کثیفه باشه. اگه کثیفه گوشیم خیلی تاره، یعنی اگه تاره گوشیم کثیفه. بعد انقدر چیز بود هلکی رفتم که اصلا خیلی استرس داشتم که نرسم. خیلی بد. حالا سینه بکنم. بعد گوشیم هم همراهم نبود. بالاخره امتحان رو دادم پایین دیگه. یه سری بچه‌هامون 7 ترمه شدن و 7 ترمه تمام میکنن دیگه. نشد با اون رو مثلا فیلم بگیرم خدافظی میکنیم و اینا. ولی خب مثلا یه سریاشون هم کلاسی بودیم، اونقدری دوست نبودیم. ولی این که مثلا یهو میبینی طرف داره میره شهر خودش و تو قرار نیست حتی همون در حد هم کلاسی بودنم باهاش باشی، یه ذره چیزه، یه ذره عجیبه. مثلا میبینی که طرف انگار عزیزتر میشه برات. خیلی ترافیکه، اصلا نمیدونم امروز چقدر ترافیکه. فکر کنم به خاطر تعطیل تعطیله یه جورایی دیگه، چون که سه‌شنبه فردا روز پدر دیگه و فکر کنم به خاطر این خیلی شلوغه. بالاخره شمال هم همه تا یه ذره تعطیل میشه پا میشم میام. کاش کیش بودم. خلاصه که با موفقیت انجام شد. و ببین وقتی رسیدم دیدم که هنوز برگه رو پخش نکردن، ولی خب از همه امضا رو گرفته بودن. دیدیم قبل امتحان امضا میگیرن دیگه. از همه امضا رو گرفته بودن ولی برگه پخش نشده بود که من آخرین نفر امضا کردم دیگه. شکم نوشتن خوب بود، ولی 2 دونه سوال بود امتحان آزمایشگاهمون. ولی از این 2 سواله که هر کدومش قشنگ یه صفحه کامل پر میشد دیگه. نوشتیم و بریم واقعا. ولی دستم افتاد تا بنویسم. حس میکنم اینجوری که دستم میگیرم بهتره. من همش میگم که کاشکی چیز داشتم از این پایه ها برای گوشی، ولی خب اینجوری پایه یه جا فیکس میشه. بعد اسم یعنی چیه؟ یه جا فیکس میشه و تو نمیدونی، مثلا نمیتونی تغییر بدی. و اینکه فکر کنم چسبش آفتاب بخوره چیز میندازه، جا هم میندازه رو ماشین. یعنی پارک خیلی گشتم، نهار نخوردم. ساعت چنده؟ ساعت 1:42. نه یه دستی سخته، با یه دست نمیدن رسیدیم. فکر کنم من تنها آدمیم که انقدر برای خونه اومده خوشحال میشه. راستی اینو بگم، من جا گذاشته بودم چیزا دیگه، گزارش آزمایشگاهمو که بعد اومدم خونه. بعد ببین قشنگ من اصلا پارکی نکردم، فقط در پارکینگ رو رفتم تو همونجا دور زدم. بعد یارو باید طول بدیم. گفتم که من همین الان اصلا پارک نکردم، شما که دیدین دور زدم. ببین 10,000 تومان واقعا پولی نیست، اصلا پولی نیست. خب ولی این که به آدم دروغ میگن. گفتم دوربین شما رو میگیره. گفتم شما بخش خصوصی، این دوربین مال حراست شما از دانشگاه. گفتم شما از دانشگاه اجاره کردین. دوربین راهنمایی ردی نیستش که.
دوربین چیز دیگه این دانشگاه حراستی گفت نه خلاصه که امروز سستری درود بر شما روزتون البته شب بخیر بچه‌ها الان دارم میرم بیرون با دوستام گفتیم بریم کافی شاپ شایدم نه اصلا بودم پنج کردم اصلا نمیدیم کجا میخوایم بریم فعلا هم بریم بیرون اینم لینک بنده باشه این فکرم خوب نشد انتخاب خوبی نبود این ولی خب بقیهش الان داره